اکرام تشیف سال چهارم است که در بدر دادگاه ها می گردد. سال 2008 خانه او را غیر قانونی تخریب کرده در جای آن باغ استراحت ساختند. تشیف اکنون در خوابگاه زندگی می کند که کارگاهش دانشگاه کشاورزی به او داد. نتیجه 4 ساله مبارزه خود را برای عدالت اکرام تشیف یک توده کاغذ عصب‌های ویران شده و سلامتی بد می نامد. یعنی ملکیت ما که ما از وای هم نالوگ دولتی سپردگی بدیم، هم ملکیت ما نا قانونی گردانده بدیم، گرفته همش با بولدوزر حوار کردن و خاک یکسان کردن، یگان تین جبران هم ندادن و ملکیت ما بر هم خورده برفت. امروز قانون پرا گفتن ممکن است که ولایت ندارد، یک بنام قانون مانده است در روی منمی کاغذ دفتر. همسرنوشتان تشیف در تاجیکستان خیلی زیادند. آنها از کار سودها دلسرد شدند و میگویند که حکمها را پیش داوری و پاره حل میکند. بسیاری ها بر اینند که به تقا و پول بهتر است به دادگاه مراجعت نکنند. اگر با طبقه سطح بالایی وارد شده باشید یا که شهروند که با این طبقه بالایی رفت آمد داشته باشد، نسبت او قانون رو گویم که سبک تطبیق می‌نمایند. علیه که شهروند عادی باشد، نسبت او چند قیمت توانند قانون رو با درجه اولیش استفاده بودن، نسبت او حکم‌های به حد وزنی قبول کردند. حقوقشناسان میگویند حکم‌های ناعادلانه بیشتر از همه در محاکمه پرونده‌های شهروندی صادر می‌شوند. سبب در آن است که تفتیش چنین پرونده‌ها را خودی دادرس‌ها سروری می‌کنند. به عقیده کارشناسان تجربه آنکه دادرس‌های زینه پایانی با بالایی در مشورت عمل می‌کنند احتمال حلنامه‌ای واقع بینانه را از بین می‌برد. این نشانه انتخاب نادرست سودیه ها از طرف مقامات می باشد. اگر دادرس قانون را خوب بداند او هیچ وقت به مصلحت یگان سودیه بالایی حتی رئیس سودی عالی گوش نمی کند، چون که او می داند که قانون این طور گفته است. اگر دادرس قانون را خوب نداند او از مستقلیت محروم می گردد و هر چیزی که توصیه و یا فرمایش می شود او آن را اجرا می کند. در این بین نهادهای سودی مشورت دادرس‌ها را در این یا آن حالت خلاف قانون نمی‌شمارند. به عقیده آنها این مشورت سبب حکم ناعادلانه نیز نمی‌شود و چنین تجربه در دادگاه‌های غربی زیاد است. در اصل سودیان شخص است، سودیان شخصی معین است و برای معین کردن اولاد کو با چیزی مراجعه نمی‌کنند، چه ادبیات باشند چه تجربه باشند یا اینکه چه سندهای علاهده سویی که در این قسمت قبول کرده شده است یا اینکه فکر عقیده خود رو در با کدام طرز معین کردن از کسب سودی خودی سودیا وابستگی دارد. حالت مذکور شرایط فراهم آورده است که دادرس به مسئولیتی را پیشه کند. مشورت ها آنها را از صلاحیت اصلی سودیه یعنی تطبیق عدالت سودی دور کرده است. بنا به آمار رسمی شماره پرونده های سودی در 5 سال گذشته 3 برابر زیاد شده است. از 3/1 آنها به بحث های شهروندی مربوطند. رئیس شورای عدلیه تاجیکستان ظفر عزیزوف میگوید افزایش شماره بحث ها به افزایش شهروندان ناراضی سبب میگردد، زیرا از هر حکم یکی از طرف ها ناقناعتمند باقی میماند. تصور نمود که اگر از 118,000 پرونده بررسی شده شخص اگر مراجعه نماید یا که فکر عقیده خود رو پیش نمی‌آورد چقدر پیدا میشوند فکری مشخصی هر یک شخص. تقسیم مالکیت هنگام طلاق برای ماه شریف مرادوه 7 سال ادامه کرد. در این مدت او همه زینه‌های سودی کشور را گذشت. باز هم رد شدن دعوایش او را مجبور کرد که به رسانه‌های اخبار عام مراجعت کند. همین فکر میکنم که سود و پروکرور همه اینها با یکدیگر سه پچکه زنجیربند هستند. با همه اینها با یکدیگر در علاقه تلفنی میباشند که قراری آنها بیکار نشوند. فقط شهروندان عذاب کشیده ایستادند. صحیفه های نشریه ها پر از نامه هایی است که مردم در آنها میگویند که به دادگاه باور ندارند. اداره نشریه ها پر از نامه های شکایتی شهروندان است. آدمان نسخه پرونده های را نشر میکنند که به قول آنها پر از دربه های ناچسبانند. به علاجی آنها را به درجه میرساند که از مشکل خود به تمام کشور فریاد زنند. قسمی از مردم اول کوشش میکنند که مشکلاتشون رو طریق سود در دوام ماه‌ها و حتی سالها حل کنند، اما وقتی که ناامید میشوند به نزد ما میآیند. در ما امید آخرین نشان رو میبینند. میگویند که دیگر به دادرس باور ندارند. آنها میخواهند که از مشکلاتشون عامه بفهمد و ناعدالتی رو روی آب برآورد. جالب است که جلب توجه جامعه به مشکل‌های جداگانه قسما به فایده حق طلبان پایان می‌یابد. ده‌ها مقاله شکایت‌ها در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی حاکمیت شهر را مجبور کرد که ضرر مادی اکرام تشیف را جبران کنند. اما چنین دستاوردها کمند و نه همه شکایت‌ها در صفحه‌های مطبوعات جا می‌شوند.
менависи суд мегадим ба ман дахолат надорад, менависи органҳои болоӣ ба президент ба муҳтарам Муҳаммад Саид Байдуллоев бо гашта меравад суд мегад ба ман дахл надорад. Манам закалдони курук шуда мондааст. Ина ки пурсем, ба ки гап занем, дигар ҳеҷ маълум нест. حاکمیت بایها بر سر کمبغلان، به دادگاه عادل و قانونهای منظم، منظره بخارای دیرینه صدرالدین عینی بعد از 100 سال امروز گویا تدریجاً برمیگردد. در تاجیکستان امروزه آبروی دادرس یا سودیه را با هیچ چنکی بها داده نمی شود. یگانه راه را کارشناسان در اصلاحات کلی نظام دادگاهی کشور می بینند.